من درو درقوکاسیان هستم. ناره اردشیان هستم. آیرین آرتونیان هستم. ادوارد مانگاسار هستم. حدود 10 سالی است که عضو باشگاه آرارات هستم و در زمینه پیشاهنگی در آرارات فعالیت می‌کنم. وانا موساخانیان هستم. وانا خچومیان هستم. ادموند بزیک هستم. حدود 10-11 ساله که بسکتبال بازی می‌کنم. آنی خچومیان هستم. دیون نظریان هستم. متولد 54 در محله آرمک به دنیا اومد. آرمین نظریان هستم. امینه داوودیان هستم. از سن 7 سالگی عضو باشگاه آرارات بودم. آرگینا پتروس هستم. 7 ساله که والیبال بازی میکنم. به عنوان بازیکن 4 فصل از تیم جوانان بودم. بسکتبال رو از 8 سالگی در باشگاه آرارات شروع کردم. 7 سال عضو تیم والیبال باشگاه آراراتم. بعدم الان 5 ساله که در خدمت نوجوانان و بزرگسالان تیم آرارات هست. 4 سال از عضو تیم ملی هستم. در سال 83 عضو تیم ملی شدم. 8 سال عضو تیم ملی هستم. 2 بار به اردوی تیم ملی دعوت شدم. از تیم ملی جوانان تا تیم ملی بزرگسالان تیم ملی بودم. 2 ساله که عضو تیم ملی هستم. تقریبا مدت 10 سال عضو تیم ملی دوم میدانی جمهوری اسلامی ایران بودم. 2 بار به تیم ملی دعوت شدم. از سال 88 به اردوهای تیم ملی دعوت شدم. در رقابت‌های قهرمانی آسیا شرکت کردم. 8 ساله که تجربه در بازی‌های ملی دارم. از سال 75 تا سال 84 تقریبا عضو تیم ملی بودم. این 14مین دوره است که در مسابقات المپیک ارامنه شرکت می‌کنم. 10مین دوره‌ایه که در المپیک ارامنه شرکت می‌کنم. از 13 یا 14 سالگی در المپیک ارامنه شرکت کردم. مقام قهرمانی رو توی این مسابقات هر ساله به دست آورد. و در سال قبل مقام دوم بازی جوانان رو کسب کردم. هر 10 سالم قهرمان شدم و رکوردهای تقریبا میتونم بگم تمام رشته ها به جز 100 متر دست خودمه. نخستین بازی ملی من برمیگرده به سال 86 در کشور مالزی. خیلی احساس خوبی داشت که بتونم به عنوان نماینده کشورم پیراهن تیم ملی رو برتن کنم. احساس غرور و افتخار میکردم. خیلی هیجان زیادی داشتم. احساسی که داشتم قابل بیان نیست. هیجان خاص، حس برتر بودن و حس خاص بودن. خیلی حس خوبی بود و خیلی خوشحال بودم چون بین 70 میلیون انتخاب شده من واسه تیم ملی. خب برایم خیلی افتخار بود و خیلی حس خوبی داشت. حس غرور و افتخار داشتم و امیدوارم تونسته باشم جای پیشکسوتانی که قبل از ما در تیم‌های ملی حضور داشتند رو حفظ کنم. بیشترم خوشحالی به خاطر این بود که به عنوان یک ارمنی و یک مسیحی و نماینده ارامنه به تیم ملی دعوت شدم. به عنوان بازیکن تیم ملی در سال 92 در بازی‌های 4 جانبه که در ایران برگزار شد شرکت کردم که مقام اول رو به دست آوردیم. مقام اول دوره اول بازی غرب آسیا رو دارم. مقام اول دوره دوم بازی غرب آسیا رو دارم. 2 بار قهرمان آسیا شدم. قهرمانی غرب آسیا رو کسب کردیم. 1 مدال نقره در بازی‌های منطقه کسب کردم. مقام دوم و نایب قهرمانی بازی‌های آسیایی رو دارم و جواز حضور در بازی‌های جام جهانی 2015 یونان. باشگاه فرهنگی ورزشی آرارات زمینه‌ای شد که من بتونم در عرصه بسکتبال در سوپر لیگ و لیگ ها شرکت داشته باشم و بتونم به این جایگاهی که الان هستم برسم. به طب بیشتر بازیکنایی که به تیم ملی راه پیدا کردن موفقیتشون از تیم آرارات بوده، از باشگاه آرارات بوده. حدوداً میتونم بگم باشگاه آرارات خونه دوم منه. من بسکتبال از باشگاه آرارات شروع کردم. باشگاه آرارات تاثیر زیادی در موفقیت من داشته. هر موقع میخواستم انفرادی تمرین کنم یا با تیم تمرین کنم همیشه باشگاه آرارات بوده و هر موفقیتی رو که کسب کردم مدیون باشگاه آراراتم. اینجا یه سکوی پرتاب خیلی خوبی بوده برای بازیکن‌های مستعد. هر چی که دارم از آرارات دارم. تولد 70 سالگی آرارات هم به همه تبریک میگم. تولد 70 سالگی باشگاه آرارات رو به جامعه ارامنه ایران تبریک میگم. میخوام تولد 70 سالگی آرارات رو به تمام هموطنانم تبریک بگم. 70مین سالگرد تأسیس باشگاه آرارات رو تبریک میگم. تولد 70 سالگی باشگاه آرارات رو به همه تبریک میگم. تولد 70 سالگی آرارات رو تبریک میگم به تمام ارامنه و ورزش دوستان ایران.